کیه؟ باز شد؟ بیا بالا عزیزم. چی بود؟ مرضی است. چرا این هود خاموش میکنی؟ صداش اذیتم میکنه. 3 تا شعله داره میسوزه. بیا وایسا پای گاز ببینم بازم صداش اذیتت میکنه یا نه. دم به دقیقه خاموشش میکنه. نمیشه نفس کشی تو این آشپزخونه، دارم خفه میشم. سلام. 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 در میارم خودم. خوبه باییم. دستتون در میارمش خودم. دستتون در نکن. تو اتوبوس خاموش برد. بغلش کردم. ببینم اگه مرسل نیومد دنبالتون. نه حالا خودمون اومدیم، چه فرقی میکنه. دستتون در نکن. سلام. خوبی؟ سلام مرضیه جون. خوش اومدی. خیلی ممنون. دست تنها موندینا. عیبی نداره دختر. موین خوبه؟ آره خوبه، خوابی تو اتوبوس. تا اینجا بغلش کردم آوردم. اینو راضیه پخته نظریه واسه مصطفی. نظرشون قبول. انشالله. دست تو هم درد نکنه عزیزم. خواهش میکنم. زحمت کشیدیم بابا جون. دست شما درد نکنه. کاری نکردم بابا. با دکترش حرف زدم امروز. خب میگه که الان شرایط پیوندو داره. اصلا معلوم نیست چند روز دیگه بشه نشه. نگرانی نداری که حل میشه. ببخشید زحمت ما هم افتاد گردن شما این چند وقت. چه زحمتی؟ حالا همیشه من گفتم بچه ها بیاد میشینیم صحبت کنیم ببینیم چی کار میشه کرد. اگه یه وقت دور پس بزنه چی؟ هیچی نمیشه. هر کی کار خودشون. نگفتی به مرسا بره دنبال مرزی اینا؟ خب اونم صبح تا شب درگیره. اصلا نمیشه. من چی میگم؟ 10 تا کار که نمیتونه بکنه. همین که کارای استخدامیشو درست کنه شاهکار کرده. بله حتما همه جا به احترام آقا مرتضی تا نصف شب باز. اینم روشن نکن، بچه خوابه. برده بودنش پیش مصطفی. نباید این بچه رو ببرن بیمارستان. 1000 جور درد و مرض داره اونجا. مصطفی خودش بیشتر بهانه موینو میگرفت. دست شما درد نکنه. دیگه همینم مونده یه کاسه گدایی دست بگیرم آخر عمری توی طایفه عجوج و مجوج دوره بید. نه خب گفتنش هم اشتباهست. نه بابا کار به اونجا نمیکشه. نه حالا بذار ببینم امشب چی میشه. با شما صحبت میکنم بعدش. باش خداحافظ. بابا سلام. باز ماشین رو بعد جای پارک کردی که؟ بیارش اینجا کار دارم. اون پشت دیوار خودمونه. بابا بنده خدا 10 بار اومده توضیح داده. سویچ بده من حداقل بچسبونش. بیشین کارت. زشته بابا. مرتضی کارت دارم. جونم. اینا دونه دارن؟ جونم بابا. میام والا بیشین. صبح زودتر بیدارت میکنم بریم بیمارستان. اتفاقی افتاده؟ نه هم آزمایش‌های قبلی رو باید تکرار کنیم. فردا من باید برم دنبال همین کارهای استخدامی. بعید میدونم برسم بیام. وقتی تمام میشه کارت؟ نمیدونم کارهای اداری خودتون دیدین معلوم نمیکنه. میذاری برای عصر. عصرم چون باید بعدش برم کارت ملی هوشمند کنم نمیدونم میرسم یا نه. 2-3 تا چیزه. خواهی بذاریم برای بعد هفته مصطفی؟ بابا خدا نکنه چرا اینجوری میگی؟
خب بابا جون هر چی من میگم تو یه چیز دیگه جواب میدی. اصلا تو متوجه هستی برادرت داره رو تخت بیمارستان جون میده؟ با این همه آدم دارن یه اون با دیالیز زندگی میکنن. الان بابای محسن ناصری 11 سال داره دیالیز میکنه، سر کارم میره قبراق. چی داری میگی تو؟ چی رو دیالیز کنن؟ جواب نمیده دیگه. هر چیزی تا یه حدی جواب میده. میگم فردا بلند شو بریم دنبال این کارا، بگو چشم. ادعا چیه دیگه؟ بابا من شرمنده‌ام، قربونت برم، به خدا من شرایطم جور نیست. درد شما رو میفهمم، درد مصطفی رو میفهمم، به قرآن، ولی به خدا اگه بفهمی، به والله اگه بفهمی، نمیفهمی ادای آدمای فهمیده رو در میاری. آخه چرا اینجوری میگی؟ شما اون دفعه گفتی من اولین نفر نرفتم آزمایش دادم. اینجوری اجر آدم پایمال نکن دیگه. خب از اون وقت حالا چی تغییر کرده که من خبر ندارم؟ بگی بالا اون سرتو 100 دفعه گفتم نگام کن. آخه شما یه جوری به آدم نگاه میکنی شرمنده میشم دیگه. نگاهتون میکنم نمیشه حرف بزنی. آخه چی بگم؟ یا یه چیزی رو نمیگن یا میگن کامل میگن. آقا حرفتو بزن. یه سری شرایط تغییر کرده، شما خودتون دارین میبینین که. آقا یه جوری حرف بزن من خر بفهمم. بلا نسبت اون دفعه نه قضیه استخدام بود نه پای دختر مردم وسط بود. من خودم بودم و خودم میگفتی جون خودت، جونم هم میدادم، حرفم نمیزدم، نوکرتم بودم. قصه میبافی برا من دیگه. قصه چیه؟ خدا وکیلی چند وقت داری میبینی صبح تا شب دارم میام. خودت شاهد هستی که. الان تو کلیتو بدی به مصطفی، اونا استخدامت نمیکنن؟ بابا اونا کاری ندارن من چی کار کردم، میگن جسمی و روحی باید سالم باشی. مرتضی الان استخدام تو مهمتره یا جون برادرت؟ بابا من همه دوندگی کردم، هفته دیگه معاینه پزشکیمه، نه خب که بزنم زیر همه چیز. حیفه به قرآن. فکر کردی الان تا بری اونجا درجه سرهنگی میزنن رو شونت میگن بفرمایید؟ بابا این همه کار توی من بکرد جخته کار دیگه. من نمیدونم به چه ساز شما باید برقصم. از اون طرف میرم کافینت میگی قرتی بازیه، برو نظام ثبت نام کن، بهت حقوق میدن، خونه بهت میدن، مزایا میدن، آب باریکه از الانم اینجوری. الان گیر تو اینه. خب یکیش اینه دیگه. حقوق بازنشستگی من مال تو. دیگه چی میخوای؟ قربونت برم شما خودت این همه بدبختی داری، دختر دم وقت داری، قسط داری، اجاره خونه داری، من چی بابا بگم؟ تو چی کار به این کارا داری؟ الان مهمترین مسئله جون برادرته. بابا این خانواده منو با این شوق قبول کردن، آقا نمیتونم برم ای بهشون. بابا گور بابای تو با اون خانواده با هم کرده؟ اونا مهمترن یا برادرت؟ چرا خفه خون میگیری وقتی باید حرف بزنی؟ بابا به قرآن من خودم از همه بیشتر دارم خجالت میکشم که چرا شرایطشو ندارم. چی بگم آخه؟ من خودم خواب ندارم، خوراک ندارم، ولی این شغله میگم آقا یه پرستیژی به آدم میده. مریم خوشحال، خانواده‌اش خوشحالن، آیندهمون تامینه. حیفه به قرآن. تو داری فقط خودتو میبینی ها، فقط خودتو میبینی. اصلا متوجه نیستی قضیه مرگ و زندگیه. قربون شکلت برم، چرا فکر میکنی هر کی آینده نگری یا بیشوری یا خودخواه؟ آینده نگری اینه که برادرت تو بیمارستان جون بده ما نتونیم کاری بکنیم؟ آینده ما الان مرتضی. اصلا من هیچی نمیگم. تو بیا برو بچه برادرتو بیدار کن، بگو عمو جان من میخوام داماد بشم، کلیه‌مو نمیدم بابا از مرگ نجات پیدا کنه. بیا برو دیگه. آقا چرا آدمو تحت فشار قرار میدی؟ همین تو این خونه بدبختی دارن الا من. تو بدبختی میفهمی چیه؟ بدبختی حالیت میشد این حرفا رو میزدی؟ بفرما. من هر وقت با شما حرف میزنم اینجوری میگی، یه چیز جواب میدی، درک نمیکنی دیگه، بعد میگی بیا با هم دیگه حرف بزنیم. سلام. سلام. باش خانم اینا سرشو خودم میام میریزمشون تو ظرف. نمیخواد مادر جون، خودم انجامش میدم. تو رو ظرف زدی؟ من که امروز همش تو آشپزخونه بودم و درگیر این توضیح گوشتا. نخواستم، یه سوال ساده کردم. من امروز اصلا جایی نرفتم، همش کار خونه داشتم. یه سوال ساده پرسیدم جوابش یک کلمه است. رفتی یا نرفتی؟ صحبت کردی یا نکردی؟ زنگ زدم بهش بره نظریه رو پخش کنه، خریدم بکنه برای خونه و بیاد.
نمیدونم چی کار بکنم. هر چی میگردم پیدا نمیکنم اینا رو. این سوهانو گذاشتم توی انباری هم نبود. کجا گذاشتم کی تا حالا سوهانو میذارن تو انباری؟ والا نمیدونم چی تو این خونه سر جاشه که این سوهان باشه. یادت باشه اینا رو هم ببرم من با خودم بیمارستان. تو این هاگیر واگیر مادر زن مرتضام زنگ زده. اینا هم شورش در آوردن. به خدا هنوز هیچی نشده. جیگر بچه‌مو خون کردن. توی وضعیت همینم مونده برم مشکل اینا رو حل کنم. حالا کسی انتظار نداره شما تو این وضعیت بریم مشکل حل کنی که. خب چرا میری؟ غلط کردم. یه سر گوشت بگیر. کمک که نمی کنی که. اینقدرم که کار توی خونه کمک نکردی که من دست تنها اصلا نمیدونم چی کار کنم. بده بیا. من فکر میکنم این اصلا به دردمون چون میگن مرتضی زودتر بره سر کار بیاد عروسی کنه به دردمون نمیخورن. چی کارن که تکلیف تعیین کنن؟ دخترشونه. خوب میخوان زودتر سر سامون بگیره. سر سامون بگیره؟ خوب اصلا ما پسر نداریم. وا این چه حرفیه میزنی؟ ما اسم گذاشتیم رو دختر مردم. تو هم که حرف اون بچه رو میزنی. اینا به همه میرسه؟ بله تو پاشو برو من کار خودم رو میکنم. الو محسا سلام بابا جون. چطوری؟ مصطفی خوبه؟ معینه چیزی نگفت؟ خب گفتی نگران نباش. کامنت و کلا همه کلمه بعد تا آخر سر بعد از این همه تلاش مسئولین فیسبوک قانع میشن که زبان فارسی رو به تعداد زبان‌های خودم میام. آقا مرتضی گرفتارن نمیتونم تشریف بیارم. اصلا اینجوری خیالم هم راحت تره بابا جون. نگران نباش. تلویزیون نگاه میکنم اومده خاموشش کنم. آره بابا. سر به سرش نذار مادر. آره بابا. قربونه تو چیزی نخواستن؟ چیز خاصی؟ اونو که من خودم حواسم هست میارم. نه بابا جان. سنگینه بود. مجتبی اینا بیان شام بخوریم من له شده که نگران نباش. واسه همینم هی قربه منم قربونه تو برم. خیلی ممنون. خداحافظ. مادر در اونم بزن. اینقدر اشغال ریخته باشه خداحافظ. ما اینا به نزله باشه چشم. دستو نباری. سلام بابا. سلام. خوبی؟ خسته نباشین. مامان بابا. باشه. سلام. سلام مرتضی. سلام مامان. سلام فهیم خانم. خوش اومدی. ممنون ازتون قبول بشه. سلامت باشی دخترم. مجتبی کو؟ سلام. چطور ماما؟ سلام آقا مجتبی. خوبی؟ قبول باشه. سلامت باشی. ماما یادت باشه یه مقدار بیشتر برام بذار برای این کارگرام ببر. نگران نباش. به حد کافی است مادر. خوبی؟ آره من واقعا شما مادر ما خوبه همه سلام. مرتضی خوش کمک بذار صدام رو کم کن. اون زیر سیگار برد. خوبه؟ اصلا چی منتظر شدی بیایی برای کشتن قربونه نیومدی؟ ببخشید بابا سر این خونه هیدری بودم باید تموم میکردم جوشکارشو فردا میخواد بتون بریزه نشد ببخشید. خدا رو شکر الحمدلله مثل کار خوبه. خدا رو شکر بد نیست. خدا رو شکر همیشه تن سالمه سایت برو سر زن و بچت. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر. فکر کن مثلا دور از جون خدایی نکرده جای مصطفی بوده چیکار میکرد؟
چی میکشید این زن بدبخت؟ حالا بازم خدا رو شکر که مصطفی زن و بچه شما رو دارم. ندیدم موقع اومدن. خسته بودن گفتم تو اتاق بخواب. خسته بودن یا مرزیشون فهمید ما داریم میایم رفته اتاق؟ این بدبخت چیزی تو دلش نیست. والا بالله اینقدر ذهنش گرفتاره، اینقدر گرفتاره بدبخت. من دیگه برای چی؟ الان که مصطفی به هوش اومده باید خوشحال باشه که. بله، نه اینکه ناراحت باشه. تا مشتبه معلوم نیست چی میشه آخرش. بابا دلت روشن باشه ایشالله براش پیدا میشه. بله اگه در وضعیت بهتری بودیم خب هزار تا کار میشد بکنی. چاره ای نداریم بابا. یا باید بشینیم منتظر باشیم یه کلیه براش پیدا بشه، یعنی که پول جمع کنیم بیفتیم دنبال کلیه. یه جوری حرف نزنی برای هیچی خبر نداری. خودت خوب میدونی نه پولشو داریم نه وقتشو داریم بریم دنبال کلیه. هر کاری هست باید خودمون بکنیم. اون دفعه هم رفتیم آزمایش دادیم فقط با 3 نفر میتونستیم کلیه بدیم. حالا مگه مرتضی حرفی زد؟ اون که بابا اصلا دختر چشم دست شما در خودش هم اینقدر پنبه چپونده تو گوشش که اصلا هیچ نمیفهمه نه میشنوه. بابا خدا وکیلی گفتم زن برای این زوده گفتم یا نه؟ تو مامان پاتونو کردین توی یک کفش گفتی الا بله این باید زن بگیری بره سر خونه زندگی شاید آدم بشه. ول کن آقا جون گذشته. الان چه خاکی تو سرم بریزم؟ والا من نمیدونم. من هر چیزی میگم شما یه چیزی میگی من عقلا دیگه به جایی نمیرسه. خود تو میذاری به اون راه. خودت میدونی الان تو شرایط اهدای کلیه هم داری. داشتم بابا. داشتی؟ یعنی الان نداری؟ مالی 1 سال پیش قضیه. خونه عوض شده؟ اوزام که فرق کرده قربون شکرت برم. ای بابا به جای که بشینیم یه فکری برام بدبخت میکنیم هی شونه خالی بکنیم هی از هم دیگه فرار میکنیم. بابا ببخشید دارم روک میگم من دیگه الان نمیتونم این کارو بکنم. اصلا به فکر مصطفی نیستی نه. بابا همین الانم میام تو بیمارستان یه سر بهش میزنم به احترام خودت وگرنه من هیچ دل خوشی ازش ندارم. مصطفی زشت این حرفا زشت نزن. شما برادرین چشم تو چشم بشین باید پشت هم باشین. مگه من پشت نمیخواستم بابا؟ وقتی مصطفی منو با کله کوبید زمین کجا بودی که این حرفا رو بزنی قربونت برم؟ آقا تو نونو نمکشو خوردی نگو کاری برام نکرد. چی کمک میگه که کرده؟ منو توی 30 سالگی از مغازه خودم بندازه بیرون این برادریه این انسانیت بابا. خب برو ببین چیکار کردی. هر کاری بابا دزدی که نکردم. دو تا یه غلطی کردیم ساختمون مردم کج جوش دادیم. الان من بدبخت دارم تنهایی راستش میکنم. کسی نگفته تو دزدی کردی. ببین چی میگه آخه هر کی ندونه فکر میکنه الان چه خبره. کنه تو توقع داری به خاطر کدورتی که باهاش داشتی من دست بزنم هیچ کاری براش نکنم. من خیلی وقت دیگه از کسی توقع ندارم. مگه اون دفعه من از تو مغازه خودم انداخت بیرون کسی حرفی زد؟ چرا فکر میکنی من هیچی بهش نگفتم؟ نگفتی دیگه. وای گفته بودی که الان تو مغازه خودم بودم که. آقا جون منم تا یه حدی میتونستم تو مسائل شما دخالت کنم نه؟ مسئله مرگ و زندگی الان نباید اینو با اون مسئله قاطی کرد. من نمیفهمم چرا هیچکی تو خوشیاش یادی از من نمیکنه تا پای مرگ و میر و کلیه وسط میاد آقا مشتبه کجاست؟ خب دروغ نمیگم که بابا. اصلا برادرت نه یه غریبه. خب اگه جون یه نفر بستگی به کلیه تو داشته باشه نمیدی؟ به والله نمیدم. برای چی باید کلیه‌مو بدم بابا؟ بابا تو چون اصلا اینو بی خیال شدی. شما اجازه تو من بگم بیاد دوتا بزنم تو کلش غلط میکنه قبول نکنه. مرتضی چیه؟ برای چی رفتی تو آشپزخونه؟ بیا اینجا ببینم. من با بابا حرفامو زدم دیگه. با فاصله با من حرف نزن. صدات میکنم بدو بیا. آقا تو چیکار با اون داری؟ حرف خودتو بزن. ای بابا من یه کلیه‌مو بدم کی بره کار کنه پول خسارت آهن این مرتیکه رو بده آخه؟ مشتبه چه ربطی به کار کردنت داره؟ بابا مگه میشه همچین کاری بی‌عوارض باشه؟ کلیه است حداقل باید 3 ماه بخوابم یا نه؟ بابا شما چرا اینقدر شلوغش میکنی من نمیفهمم. بابا شلوغ چی؟ آقا اصلا باشه من کلیه‌مو میدم. تو فکر میکنی این فهیمه رضایت میده من برم زیر تیغ جراحی؟ فهیمه این بخواد کلیه بده تو مشکل داری؟ من چی بگم آخه؟ اما حرفایی رو که به من میزنین الان به بابا بگو. بابا من میگم شما هر کاری میخواین بکنین فقط یه طرفه به قاضی نرین. شرایط ما رو هم ببینین. چیه من دارم کمک مامان گوشتا رو خورد میکنم. لازم نکرده بشین ببینم چی میگه. مرتضی بیا اینجا کارت. ماما میاد الان یه دقیقه صبر کن. بشین. مرتضی فردا میری منو ببین.
فردا میری آزمایشا رو تکرار میکنی. ببین مرتضی حرفم نمیزنه. آقا جو ول کنی اداها رو. بابا ادای چی؟ مگه کلیه نمیخوای؟ خب میاد میده دیگه. حتما من باید بدم. بابا چرا برای خودت میبری میدوزی؟ من میگم بابا حرف زدم تمامش کن. از حرفاتون رو زدین، قراراتون هم گذاشتین، من بدبخت باید کلیه بدم. هیچ کس به هیچ نتیجه‌ای نرسیده. گفتم دور هم جمع شیم ببینیم چه خاکی میتونیم تو سرمون بکنیم. بابا اون دفعه خوب شد، چه گلی به سر من زد که الان میگم کلیه بدم بهش. نه مثل که شما واقعا مشکل دارین کما در اومده. آخه این چه حرفیه بابا میزنی؟ ما چرا باید مشکل داشته باشیم؟ تو رو قرآن جلو مرزی اینقدر خرابمون نکن. آقا من حرفمو میزنم، هر کی بخواد بشنوه. من کلیه نمیدم آقا. خیلی جالبه، اصلا شما نمیفهمین چه بلایی داره سرمون میاد. حرف کلی از پدر من، نه سر راه آوردمش نه جونم سیر شدم که بدمش به مصطفی. بعد چی 2 روز دیگه پس بزنم بندازه بیرون؟ چرا پس بزنه؟ بابا کلیه شما هم که 6 ماه بیشتر تو تنش نمون دیگه، پس میزنه. از کجا معلوم اشکال از کلیه من نبوده؟ بابا حالا ایراد از کلیه شما بوده، از مصطفی بوده، از من بوده. مهم اینه که الان شما یه کلیه نداری، مصطفی افتاده گوشه بیمارستان. والله اگه قبول میکردن این یکی کلیه من میدادم. شما که کل زندگیت شده مصطفی. الان کجای حرف من اشتباهه که میگم آقا جمع شین یه فکری بکنین، بی تفاوت نباشین، ببینین چیکار میشه کرد که هم خدا رو خوش بیادم بنده خدا. چه خبرته هاشم؟ یه خورده آرومتر. آقا ما غلط بکنیم بگیم حرف شما اشتباهه. ما میگیم یه ذره بقیه آدما رو هم ببین، احیانا ما هم بچه‌هاتیم دیگه. من تا حالا فرقی گذاشتم؟ اگه فرقی نمیکرد گیر نمیداد که یه کلی از گرده ما در بیاری بده به مصطفی که. الان شرایط من یکی جور نیست. 100 بار گفتم بازم میگم والله اگه جور بود میدادم. چطور اون دفعه شرایط همه جور بود، این دفعه شرایط هیچکی جور نیست؟ بگم بابا؟ بفرمایید. خود مصطفی خواست، به والله خود مصطفی خواست. خودش خواست بیفته رو تخت بیمارستان، مرگ و زندگیش بیفته از شما دوتا؟ بابا مگه من خواستم که ساختمون مردمو کج جوش بدم؟ مگه من خواستم مصطفی من از تو مغازش بندازه بیرون؟ مگه من خواستم برم زیر این همه قرض و نزول بدبختی؟ چه خبرته؟ مشتبه نیومدین که دعوا کنین، اومدین حرفاتونو بزنین. مادر من کسی به زور از تو هیچی نمیتونه بگیره. الان هم بشینین حرفاتونو بزنین این مسئله رو تموم کنین. چی میگه آخه؟ یه جوری حرف میزنه انگار وظیفه‌مونه. یه دقیقه خودتو بذار جای من ببینم چیکار می‌کردین شما. شک نکن جای شما بودم عمرن از این اداها در نمیاد. والله اگه مصطفی قلبش هم مشکل داشت میگفتین آقا قلبتون رو در بیاریم بدیم به مصطفی. آقا شما وجدانتون کجا رفته این حرفا رو میزنید؟ الان کلیه‌مو در بیارم 2 دستی تقدیم کنم آدم با وجدانی میشم؟ اگه این اتفاق برای خودتون هم افتاده بود همین حرفا رو میزدین؟ آخه این چه حرفیه بابا؟ چرا فکر میکنی چون مصطفی برادر ناتنیمونه ما نمیخوایم کمکش کنیم؟ آقا ما میگیم یه خورده ما رو هم ببین، همین. یعنی من اگه جونم من بدم باز شما میگیم فرق گذاشتید؟ دروغ میگیم بابا، دروغ میگیم. ماشین زیر پاتو فروخته یا نه؟ تمام خون زندگی تو داری خرج مصطفی میکنی. یه بار شد بگی مجتبی خبر مرگت یه لقمه نون خالی داری بخوری یا نه؟ لج نکن من تو رو بزرگت کردم. لج چی بابا؟ چند نفر باید ناقص بشن تا یکی سر پا بشه؟ اگه خدا میخواست که کلیه تو رو پس نمیزد که. دست تو حکم خدام که نمیشه برد. تو برو دنبال کارت. حکم چی؟ حکم اینه که بچه من جلو چشم پرپر بشه هیچ غلطی نتونم بکنم؟ الحق شیر ناپاک خورده. بچه خودم بودم یه حرفو میزدی؟ این چه حرفی هاشم؟ خدا شاهده مجتبی و مصطفی واسه من فرقی ندارم. بابا حکم اینم نیست چون پدرمونی کلیه‌مون رو در بیاری بدی به یکی دیگه. میخوایم بشینیم 2 کلمه حرف بزنیم. وسایل تو چرا جمع میکنی؟ ما بریم دیگه. کجا؟ این چند وقت خیلی مزاحم شما شدیم. به خاطر حرف بچه هاست؟ من بالاخره حق دارم. مصطفی ناتنیه. خب این حرفا چیه؟ اینا برادرن، گوشت همو بخورن استخونه همو دور نمیریزن. کورش هر کی نتونه ببینه. بچه رو ول ماما بچه رو ول کن، وسایلت هم کنار بذار. مثل اینکه آقا مجتبی حرف نگفته زیاد دارن. من نباشم راحت‌تر میتونن حرفشونو بزنن. هاشم مگه با تو حرف نزده؟ چرا؟ دختر جون هاشم که حرفش دوتا نمیشه. من که شرمنده بابام ولی هم نداره. الان بری هاشم به هم میریزه. معلومم نیست ته این ماجرا چی بشه. ماجرا که ته نداره. من تو همین الانشم به خاطر بابا جون موندم. ولی اصلا نمیتونستم. طور جون همون بابا صبر کن. تازه رفتن تو چه فایده‌ای داره؟ بابا خاله موندن من چه فایده‌ای داره ها؟ نشستم نمیتونم از اتاق بیام بیرون، نمیتونم یه کلمه حرف بزنم. فقط دارم گوش میدم حرفای شما رو. من مطمئنم تو پات از این خونه بذاری بیرون هاشم قیامت میکنه. بذارید بشنن حرفاشونو بزنن. من شرمندم.
بابا من نمیخوام شما شرمنده باشید به خدا. بذار امشب بگذره. تو رو خدا تو هم دیگه بیشتر از این آتیش بپا نکن. روم زمین انداز دختر. فقط تو دهن توه. دور برداشته بلند میشم لهت میکنم ها. پاشو بزن، پاشو له کن. اصلا پاچه هم دیگه رو بکشی. جهنمیه درست کردیم بسه دیگه. اصلا فکر کنین اینا نیستن. مگه اسم آقا مصطفی تو لیست انتظار نیست؟ تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ تو که تحصیل کرده ای. من تا کی بشینم یه نفر مرگ مغزی بشه بگن آقا بفرمایید کلیه؟ به خدا اگه میتونستم میدادم. وا بدین دیگه. لا اله الا الله. آقا شما برادرین، هم خونین. توف تو این خونه ما که فقط مایه دردسر بدبختیه. والله اگه نون تو خون سگ زده بودم داده بودم به شما شرف داشت. تو امشب چرا اینجوری شدی هاشم؟ من یه جوری شدم یا شما؟ من که میدونم هر چی میگه رو دشمنیشه. ولی آقا مجتبی الان دیگه وقت دشمنی کردن نیست برادر. بابا به ابوالفضل تو جونم هم بخوایم میدم. اون دفعه گفتی ماشینو بده من حرفی زدم. بابا صورت این شکلی نکن. از اون موقع خودم 1000 تا بدبختی کشیدم. با موتور میرم این ور اون ور. میگم یه فکری برای برادرتون میکنی تو میگه ماشین؟ بابا کارای من هیچ وقت به چشم شما نیومد. تو هم حرفت همینه؟ یعنی دو نفر هم پوست هم خون بتونن یه کاری بکنن نکنن من دوره بیفتم برای کلیه؟ چند بار بگم دیگه بابا؟ البته بله، شما حرفاتون رو زدین، تصمیماتون رو گرفتین، صحبتاتون رو کردین. فقط نمیدونم من خر چرا اینقدر دیر شما رو شناختم. بابا یه دقیقه وایسا. بابا یه دقیقه وایسا. بابا مثلا اون بدبختی من رفتم سراغ مرشدی. ببین اسمش نزول 27% میده. به خدا منصفه. بابا ببین من یه پولی بگی قاعده قضیه رو بگم. من نون حروم نیاوردم تو این خونه، بچه‌ام شدین شما. منو با این جمع نبند. من نه بهونه میارم نه مثل این کینه شطوری دارم. ببینم چیه؟ من دارم بهونه میارم. نمیاری؟ یه عمر دارم کثافتکاری تو مصطفی رو دارم جمع میکنم. بابا حرف ما پاشو نشد میکنم. بابا عملی کجا نزنم نمیگه ببینم دیوونه ها هر کاری دلشون میخواد میکنن. همینجا چالت میکنم. بذار اونایی که چال کردی رو پاک کنی بنده خدا. مثل سگ هار افتادن به جون هم ولکنه هم نیستن. اینا رو انداختی به جون هم نشستی نگاهشون میکنی نه؟ تو این خونه هیچی به هیچی نمیخوره. با تو هم کجا؟ چه در نمای خواب به شما خیلی غذا درست کردن چه